تماشاچیان عزیز و عزیزان بیننده سلام. امیدوار هستم همه‌تان صحت و سلامت داشته باشید. شما تماشاگر گزارش فیلم سفر سیاحتی ما از هلند به ازبکستان، تاجیکستان و سپس افغانستان هستید و برگشت امی سفر. هرچندی سفر و هی فیلم خیلی به طور غیر عرفوی از طریق موبایل ما فیلم برداری شده، اما با آنم خواستم که خاطرات مشترک ما با شما شریک بسازم. در این فیلم و در این سفر دوستای بسیار خوبی یافتم، مثل دکتر سمیم، اکا طاهر، فریدون نیازی و کسای دیگه که از جمله فریدون جان نیازی که در آغاز این ویدیو آهنگشان هم ماندیم، ازشان بسیار تشکری و سپاسگزاری میکنم. این میجیک سنتر شهر تاشکند است، شهر جادویی که از هر مملکت آثارش اینجا هست. یک چیزیش میجیک سیتی و این تاشکند نو است. در شهر تاشکند هستم با فریدون آقا. اینه ما را آورده و چکر تاشکند سیتی است. دیگه کساییم که از این شهر خاطره دارن بگویم که خیلی تغییر کرده دیگه، مثل اصحاب کهف باریم میمونه آنه که اگه بیاید این شهر خیلی لوکس و چی شده، زیبا شده نسبت به سابق. دیگه قصدی از این دارم بخیر که طرف سمرقند و بخارا برم حال حاضر کنم. دیگه شروع کردیم همین سفر. هر کس که ویدیو رو ببینه سمرقند، این رویش سمرقند، بخارا این طرف میره، بخارا، نوکوس، سرداریا. بله. بالاخره به شهر زیبای سمرقند رسیدیم که شبهایش خیلی زیباست. شبهای سمرقند واقعا شبهایی است که آدم خیلی زیاد ازش لذت میبره، از گردش در بازار سمرقند. دیگه ولی هر چی عاجلتر با آقای صاحب گفتم با ما هتل که ریزرو شده ما را به هتل ببره. در ضمن اینجا یک آش سمرقندی هم نوش جان کردیم و طرف هتل روان هستیم، بعد از که فردا بخیر سمرقند درست چکر بزنیم. شام سمرقند. ریگستان همون چیزی امیر تیمور که هست. رسیدم اینی اتاق است نو دیگه اگذار نوق شده. خواب میکنیم که سبا سمرقند گشته نیستیم. باز انشالله گپ میزنیم. سلام به عرصیتون. این صبح شد بخیر، با گردش به سمرقند شروع کردیم. صاحبم به وقت معین رسید در پشت هتل و دیدار خود از ریگستان و از محل امیر تیمور آغاز کردیم. به شهر حافظ شیراز می رقصند و می نازند، سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. این هم آغاز کار ما از سمرقند شریف. این گوری امیر تیمور است که بازدید کننده های بسیار زیادی داره در سمرقند و این هم دریور است که ما رو میرسونه. داخل خود مقبره میشیم. گفتی که ما داخل قبر
گور امیر تیمور شدیم و حدود 50,000 سوم ازبکی پرداختیم به خاطر بازدید از این مقبره. گور امیر تیمور که است نخستین پادشاه گورگانی است و مؤسس این سلسله امیر تیموریان است که امیر شرق سمرقندم در ازبکستان با معماری و چیزایی که بنا کرده واقعا یک شهر است که از هر نگاه آدم میتونه بگویه که یک مدنیت است در اینجا نهفته است. دیگه در مورد گور و مدفن ازی بسیار حرفای هم شنیدیم که شما هم حتما خواندین چند بار در تاریخ و حالا اینی تا که تانستم توسط کمره خود فیلم برداری کردم. این مسجد بیبی خانم است که از طرف یک معماری که بالاخره به امر امیر تیمور اعدام شده. گذشته واقعا شاهکار معماری است در اون زمانی که جور شده. چند صد سال میشه؟ اونجا نسته کردگیشون کجاست؟ تت 1399 13 اصل. بله بله. سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است. بدین راه و روش میگفت که با دلدار پیوستی. به شعر حافظ شیراز میرقصند و مینازند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. و از دروز است در سمرقند است، یک فضای کاملا مسحور کننده، یک فضای کاملا خوب. دیگه این مسجد بیبی خانم است که توسط معماری که عاشق بیبی خانم بوده احداث شده و میزبان ما هم آقای صاحب است که از تشکر میکنم. زنده و سلامت باشین دوستایی که ویدیو رو میبینید. واقعا این مسجد مرا به سر شعر آورد و یک شعر را همیشه دفعتاً نوشته کردم فی البدیهه که او شعر عبارت از است: منور گنبدی دیدم به شب چون روز تابنده، ز خون سرخ عاشق تا ابد این نور پاینده. به نام بیبی خانم باشد این میناره و مسجد، بنای عاشق کو سینه در سوز و غم آگنده. به عمر 5 سال اعمار شد مسجد به امیدی، شود پروانه رویی که گردیده او را بنده. ولی گفتا امیر از خشم در برگشت خود از هند، زنید این مرد را گردن به ضرب گرز کوبنده. مگر معمار مسجد در پی معشوق و می باشد، نه پیگیری ز برنامه نه ترس همز آینده. حجاب بر بانوان زین پس به کشور نیست اجباری است، مواظب باید و رایی که این امر سازنده. حمیدی با چنین سبک نکرده قافیه شعری، مگر در کشور عشاق گشته خود پناهنده. مقبول است سمرقند.
تندیس امیر تیمور با گفته دوست ما صاحب ای که یکم پرزیدنت و یکم لیدری از این کشور است. این همی بود که دست خودش داد. این رسیدیم پیش امام بخاری. سلام دوستان عزیز، ما در پیش مقام امام بخاری هستیم. محدث بزرگ اسلام امام بخاری همینجا آرامگاهش است که به دلیل بازسازی از این مقبره داخل شدن در اینجا اجازه نیست. بنابراین فقط از دور به ارواح بزرگ و پرفتوحش درود و سلام میفرستیم و یک دعا میکنیم و پس میدیم. دیگه سپاس از دوست ما صاحب جان که ما را آوردید دورتر از شهر سمرقند است. تقریبا 50 کیلومتر و در میان راه بخارا واقع است. امام بخاری عمر خود وقف احادیث پیامبر کرد. کتابخانه امام بخاری است. اینجا کتابخانه امام است و آثارش است. ببینید چقدر واقعا بسیار یک فضای خوبی داره. متاسفانه نگذاشت دیگه که داخل میرفتیم. عکس میگیرم. نه دیگه صحیح درست است. فیلم گرفتم. چراغ بستان حتما نه؟ نقص بود این آهنگ. نه بود از دیگه مالا بمون شهر سمرقند دیگه. قربانت من دل بگردانت من صدقه قربانت من دل بگردانت من چراغی خانه‌یت من انجیر بستانت من چراغی خانه‌یت من به خدا قربانت من عاشقی بیچاره به عشق تو آواره من عاشقی بیچاره به عشق تو آواره رصدخانه الوغبک است. مدرسه الوغبک به خود میرزا الوغبک تندیسش است که بین سالهای 394 تا 1449 میزیسته و یه باغ بسیار مشهوری که مردم با سیاحت میاین. راهنمای ما پیش میره و ما از عقبش ببینیم. متاسفانه که مثل یوتیوب یا راوری فیلم برداری یاد ندارم وگرنه واقعا که جای دیدنی قابل فیلم میرفتن بود. جاهایی که هم باستانی است و هم دیدنی.
اینجا چی کار داره؟ برای آش تاجیکی میگن، آش سمرقند تقریبا مقابلی ماست و یک نوع دیگه پخته شده. آدم باید دیگه میبینه. بالاخره سفر ما با سمرقند پایان یافت و امروز طرف بخارا روان هستم. این همون استیشن ریل سمرقند است که بسیار یک استیشن معیاری ساخته شده با نام واگزال سمرقند میگنش. و ریلام دو نوع است، که ریلان دوران اتحاد شوروی است و یک ریلای بسیار لوکس و عصری که مثل تلیس ساخته شده. واگزال سمرقند است، یعنی اونجای ریل ترین استیشن سمرقند بسیار لوکس عالی جور شده. بله بالاخره به بخارا رسیدم و این اتاق ما است در هتل در نزدیکی فرودگاه قرار داشت. هتل بسیار خوب بود، مناسب، که از اینجا به بعد دیگه بخیر شروع کردم سفر خودم. بخارا بود، خیلی هتل لوکس خوبی بود. از این رستوران هتل ما شهر بخارا یک قسمتش معلوم میشه که اونو محله یهودی نشینای بخارا میگن و این محله های دیگر هم بعدن باز از نزدیک خواد دیدم. یعنی همون رستوران است که در این رستوران از صبحانه و نانه با مسافرین چی میشه؟ سرویس میشه. بریکفاست که شامل مینوی مصرفی هر مسافر میشه، شامل به این چیز است. هر آن چی بخوری هست، از میوه خشک و چای و این گرفته تا با تمامی تا پلوان در صبح هست، عسل و همه چیز. ارگ بخارا مقبره امیر سامان است. تندیس های امیر سامانی معمولا در تاجیکستان زیاد است. نویوم دهیوم صورت میاد. چشم ایوب چشمه دارد، منم نمیدونم. چشمه داره. خوب چشمه ایوب هم تو مگون منم نمیدونم. 32 سال باز زندگی میکنم، یک مرتا ندارم. امیر سامان اون بره است. ایسیم بر. خب بریم. چشمه ایوب بلو هاوس. نام زیر به نام بلو هاوس مسجد میگن و یک تعمیر خیلی کهنه است که شاهکار مهندسی است. اکثرا توریست های جمعن فیلم برداری و عکاسی میکنن در بخارا شریف. واقعا که ستونای از این همش از چوب ساخته شده و این روبروی ارگ بخارا است. اینجا روبروی ارگ بخارا است که حالا ما میریم و این مسجد خانه شد. شو توریست او رقم بریم؟ اک بریم بریم. این تو بریم. این تو؟ بریم طرف ارگ. فضای بخارای شریف واقعا یک فضای عارفانه است. یک فضای خوب است مثل شهر قونیه.
کشتری بسیار خوبی است. همین ارگ بخاراست ها؟ ها. بله این ارگ بخاراست. چقدر سال چی داره این؟ این 1200 سال 1200 تاریخ دارد. این از سیاهوش ساختگی. سیاوش. اخیراً که امیر دنج امیر عالم خان زندگانی کردگی. امیر عالم خان امیر عالم بخار. آه زمستانی ویاش به قصرش بگیرید. همون امیر عالم خانه که در کابل باز رفته بود، افغانستان رفته بود. بعد از اینجا باز انقلاب بعد کابل رفت. کابل رفت. بله بله بله. اینجا باز لازمی تو پاش کرد. امیر عالم خان گریخت. بله بله بله. شاه بخارا بیشتر یک استاد گفت کم آورد دیگه. بله بله بله. میگذاریم. واقعا عجیب است این صحنه. یک هر در او وقت و در او سال جو ساختن از این نواسه زمینیش گفتی بوده؟ زمینی. خب از موقع خواسته فهمدگی شما؟ بله. موقع خواسته لیت نی تابستانی. تابستانی. قصر زمینی قصرش. قصر زمینی. زمستانی. بله بله. بسیار یک بالا و فضای عجیب جور شده. یا آرامگاه بهاءالدین بلاگردان است. داخل باغ میشیم. این مقبرهشه. مقبرهش بسا گورش پیش است ها؟ پیش است. بله. چقدر پیش است؟ مادرشون. بله. اینجا 4 باغ. 4 باغ است ها؟ اصلا شفتالی زار. من شفتالی. بله. شفتالی میگم دشمن؟ شفتالو. بله بله. بله. هوای بخارا امروز گرم شده. بسیار گرم. بسیار. چند درجه است؟ حاضر در این مومنت آفتابش 35 درجه. حاضر 35 با آفتاب. این مادرشون، این خودشون. مادرشون میره؟ مادرشون کجاست؟ پیشتر یک 5 متر. درست حساب. خودشون کجاست؟ اول خودشون. خودشون ایشین. ای بیا اول خودشون. بله. این میر عرب ولال مدرسه خوبی با زبان ازبکی نوشته است. یعنی این مقبره خودی بهاءالدین بلاگردان است. اون حوض دارد. حوض دارد. حوض. این مسجد کلان دارد. مسجد خواب. میناره. میناره. اذان گویا. بله. میناره است که اذان میته. خب. بسیار یک فضای بزرگی. اینجا چشمه آبشون دارد. چشمه آب هم هست ها؟ آبشون می نوشن. خودمون می بله. نوشن. خب ما رو هم بنوشان باز. خود مقبره؟ این مسجد. قبرشون اصول. ای بهاءالدین بلاگردان یه چیز
در واقع همیز قبش واقعا یک فضای معنوی داره. شما بگیرین من اینجا بگی تنگم؟ آرامگاه حضرت نقشبندی بهاءالدین بلاگردان است که در شهر بخارا قرار دارد و ما از یک روبایتی مامایم که گفته بود از بهاءالدین بلاگردان بشد زنده دلم اسم دیر اولین بار 30 سال پیش شنیدم از آقای عزیزی پرسیدم و علاقه که به تصوف داشتم نام گفتن که در شهر بخارا قرار دارد و امروز مشرف شدیم به دیدار حضرت بهاءالدین بلاگردان. دیگه درود خدا به مامایم و به عزیزی که اینجا ما را راهنمایی کردن و واقعا برای ما به لحاظ فرهنگی دیدن همچین جاها خیلی مهم پنداشتن میشه. از دوست ما و از طاهر جانم خیلی زیاد تشکر با ویژه از آقا صاحب که این سفر مساعد کرد دوستا. خداوند پست قرشی سفر شروع کردم. یعنی راننده ما آقایی است که خودش پدرش تاجیک، مادرش ازبک، خودش زنش تاجیک، خودش میانه قراره گفت خودش من دیگه امروز گفتم میبرم بای بخارا. باز دیدم بخارا دیگه دیگه تمام شد و قشقدریا شروع شده. ساحه قشقدریاست. راننده ما عزیز اسمش عزیز است. یعنی آهنگ آمازوی رو برای ما پلی کرده. دیگه این دشت بسر سامان طرف تاجیکستان روان است. ما در منطقه سرخاندریا داخل شدیم. در ولایت سرخاندریا قشقاندریا تمام شد و این مناطقه که میبینیم مربوط به سرخاندریاست. یک سفر بسیار زیبا تاریخی بود. سفر از برکت دوست ما راننده‌ای که ما را بیاره آقا عزیز. منطقه واقعا که دریای سرخ است که آدم میبینه از زمین طبیعیش مریخ بود است. خیلی جالب است. خداوند ما را بخیر برساند. واقعا سفر بسیار جالب و دیدنی بود. این آشخانه ملی تاجیکستان است که غذاهای ملی و مینوشی که با ما آوردن یکی اولش آش خود چیز است دوشنبه است، باز آش سمرقندی است و ایندهی گوشه آش افغانی هم است. این یکی آش افغانی شوخانه. بله دکتر سے با وجودی که امروز مریض و کلینیک و رنگ زنگ ما را اینجا میمون کردن و این آش اینا گفتن آش سمرقندی یا افغانی، ما آش خود تاجیکی را چی کردم فرمایش کردم و آمدیم. بازم سپاس از دکتر سے محترم. تشکر دکتر سے استاد رودکی اینجا به کتابخانه ملی و چی یک کتابخانه بزرگی که کتابخانه ملی تاجیکستان. کتابخانه ملی تاجیکستان
اینجا میبینیم اینجا تندیسی بزرگی اسماعیل شاه اسماعیل سامانی است. این خیلی شما میتونید که نواز بگیرید اینجا دست راست. این شاه اسماعیل سامانی است. خود مقبره از این خود بخارا است. نه من دیروز رفته در بودم. بخارا هم هست. مقبرهش در اونجا است. اونجا گور است. بله. چقدر این روبرویش چی است؟ بنای پارلمان است. خوب. بنای پارلمان. مجلس عالی نام داره. بعد میریم باغ رودکی پیشتر است ها؟ نه ولی برای یک توقف یک جا پیدا کنیم. باغ استاد رودکی. ویدیو میگیریم بله. این درآمدگاهش هست. بیا بریم دکتر سه. میخواید اینجا عکس تو نگیرم؟ بله آقا حتما. پیش تندیس. پیش تندیس میگیریم بله بله. همه بینای با حشمت جای رئیس جمهور. خب همون کار رئیس جمهور همون است. بله. قصر ریاست جمهوری همون. قصر رئیس جمهور است. با نام قصر ملت. قصر ملت. خب قصر ملت. همون که بالای سرش پرچم تاجیکستان است. تاجیکستان است. بله. خیلی چی باغ زیبایی ساخته. این کدام سال ساخته شد؟ در 90 یا خونه بود. 2008. ما گفتیم 2008. واقعا تاجیکستان خیلی تغییر کرد. مدرن شده. و او قصر دیگه از چیست؟ قصر حکومت جمهور. حکومت جمهور. حکومت جمهور است. بله. در بخارا هم جای بسیار خوبی بود. با اودی نقشبندیه را دیدم. دیگه ارگ بخارا را دیدم. در رگستان سمرقند بوده؟ بله بله اونجا هم رفتم. پیش امام بخاری هم رفتم. واقعا دیگه این فرهنگ تمدنی ماست. باید همینا رو آدم ببینه از نزدیک. از آرامگاه اسماعیل سامانی هم دیدن کرده؟ بله بله اون در بخارا بود نه گفتم. شما توجه کردید اونجا خشت‌هایش مثل که کتاب. مثل کتاب جالب بود. به خدا بسیار ما عکس و فیلم هر چیز گرفتیم. این تندیسی استاد رودکی دست راست. یاد آن سرو روان آید همه در تن من باز جان آید همه. شما اگه پاوز وای دوشنبه خیلی خوب سبز است. بوی چیزی هموار کرده باشه استاد. از این طرف هم این قریه گکایی که هست. یک فضای بسیار مقبولی داره. و سیستم خانه ها و دیگه های گریرا است. کاملا متفاوت است از ملک ما. همیشه به شکل اروپایی رقم ساخته شده آلمان موری. تا میبینی راه میتونه هست.
سرانجام ساعت 2 بعد از ظهر مرز شیرخان بندر به سوی افغانستان عبور کرده و ایمی از شهرک مرزی گذشتم. از شیرخان بندر و قندوز و بغلان به کابل رسیدم. در شهر کابل هم از مهمان نوازی های دکتر سیف عالمی، اسد جان عالمی، دکتر سیف فرید و سایر دوستانی که اونجا بودن در غزنی از دوستای مثل نصیر جانی ها بسیار تشکری میکنم. این ما در پارک شهر نو هستم، همراه همکار کوکو وحیدت آمده و میریم طرف خانه خاله کوکو و قبر بابا جانت. دیگه خدا کنه جور و صحتمند باشین. بعد گپ میزنیم نمیستاد اینترنت ما فراموش. نصیر آقا منه آمده پشت ما با خیلی میبان غزنی منطقه چی نام داره نصیر؟ چیز ارغنده اینه در ارغنده است و پیش به سوی دیار سنایی روی اتاق فاروقی. سالا رو بخیر. در اینجا با پدرم، با کاکا مرزا، با منصور صاحبشان، با کلگی می آماده. حالی تقریبا آبش کم شده. یه کم هم شده و یکی چیز ما بگم نباشه یا آوی گنده خراب. امروز آمدم در خرابه های بالای سار غزنی، شهر کونه، شهر باستانی غزنی که به حال جز خرابه نمونده و این شهر نو غزنی است. نمایی که اینجا معلوم میشه معمولا این شهر نو غزنی است که همینطور دوام داره. بسیار بزرگ و شهر به سطح شهرهای عصری و لکس شده ولی شهر دیگه سرک کل سال اینی هم خرابهای بلسارستانی این همین رقم دیگه مرا دیگه یه چیز در حالت فیلم مسیج غیر از نگی که من اینه بودور بیاییم. های هرات و میمنه تا شهر ین خوی های دلارامه سمرقند و بخارا تا بشاجوی های تمام ملک عالم را بگردم های نیافم مثل که موی سیاه های هوا که بربر میکنه میشا که بربر میکنه با یاد دل بر میکنه بگذار بنالم های سبزمایی آخر بنالم سبزمایی واقعا سمرقند گشتم، بخارا را گشتیم، هرات و میمنه و تا بالاخره اینانی بخیر مانده بود تا شاجوی هم نزدیک غزنی سون اون مناطق است. تا اونجا رسیدیم، سفر ما اینجا به پایان رسید. خداوند بخیر برگشت بده با امان خدا. مبارکه چرا؟ موی مبارک موی مبارک و ایدگاه و اینا از این سر این خطوط سفر طرف اربابا سرو علالا سرو چیزی که نایده کل اصلی که و این طرف راست شهر دونگی کنارم دیدی این اینجاست. هی مرکز متحر حکیم صاحب سنایی هم معلوم میشه و این مناطق کوشک یا بسیار به یک شهر بزرگ تبدیل شده. موی مبارک است. هر خانه ما اینی موی مبارک شدی بود اینی دیگه نزدیک بیا دیگه شهر نو و زمین های زراعتی هم چقدر خوب قطع افتیده. این بزرگوس زمین زیاد خدا حافظت غزنه دیگه. خدا حافظت. خشکه
همون تاکو از دکتر سفشان است. همون تو این سونش از ماست. این اتاق چی جور کرد؟ خب هست دیگه. این گرد باغ ما خانه های خیلی لوکس میلیون دلاری شد شده. غیر از این باغ ما که نکبال بگم شما از ما اینجا که مونده بود یک نمود یا کلش خانه شده. دیگه کلش خانه شده. از اون تا باغ یا این از این که داخل باغ ما این جایی چیا بود تاکا و اون طرفش هم درخت ها. این کارگاهی این ساحه چیزی ماست. این چیز کش کده یا چیزی یا نکده؟ بارشا در لفظ هست که خودش بارشا چیز نیست. سوا دیگه سوایی رو بخیر جوری میزنیم. خب و اون درخت زیر درخت های توت است نه؟ توت نیست. اونو الوستک. اونو الوستک. اونو توت استک. اون گفتی ریخته بود و چی اونو مرزد اونو سر یک بخصه معلوم میشه فکرت است؟ همون وقت بخشید فیلمش عکس شرایی کردم نکینه من بخشید خاطر ازی که کرونا باید سوی عمقان خلاص میکرد خودم. به طرف جمع اولیاء رحمه اینجا خانه کوکوی ماست. خانه یه صفت شونست. بلکه برای بچه های از اوی چیرایی کنم. همین خانه ازی کدام هست؟ صفت؟ بس پیش اولا گم اینی خانهش بود اینی که خراب شده خرابه ها. این اینجا می خندق بود هم از بابو. حال این دکان مکان جو. اینجا ماجد جمع اولیاء هست نه؟ این طبیله غوچ؟ از غزنی بخیر برگشتیم مال در مناطق سالار هستیم. اتفاقا همسفر راه ما از دجرو هستن از دره پوتا مریض هستن دیگه کتشان یک جای آمده بودن تا زیارت های غزنی و اجازه است یک چطور بگیرم نه از خود کاکا را اجازه است اینه اینه خود کاکا است دره پوتا است دیگه اینو رو با خدا آوردیم یک جای از طرف کابل یعنی روی مکتبی حیاتی چی تعمیرهایی یا با چه؟ سرک است که نو ساخته میشه ویرانی شده کلی طرف باریکود تا با کوته سنگی خراب کرد هیچ طوری این خراب نکردن این سواره خراب میکنن خرابش میکنن این مکتب شرطای سوری بود کمربند کامل خیلی بسیار بندوز روان است
خب خدا حافظ مزا. 5 دقیقه تا به کوتاه مونده. چند؟ یک 5 دقیقه تا طرفدار کوتاه. 5 دقیقه طرف کوتل یرگنک میرسیم و از راه کوتل یرگنک تیر شده بخیر قندوز میه طرف کوتل خودت آقا دست زیاد خلیل جون این راه ها را یک کوتای رو اینی رقم طرف کوتل قیر نشده توقعش بسیار خوب دیگه سفر به این صورت خیلی خوب است ببینید که هر چیز از دو سفر تنها با استاد اتوبان دوشنبه است یک قلعه کرد اینجا بخاری موبایل رو استارت کرد با جای کار دارم یک چیز پسان میکنم از اینجا مثلا شارژ دیگه بشم اون دیگه شهر دوشنبه شهر کلخوز آباد است در مرز افغانستان دوشنبه کافی چای میوه ترکاری تخم پیتزا همسال اینه آشی که جناب دکتر صاحب و ما معاهشی کردن خیلی زیاد ممنون و متشکرم از اینکه لطف کردین جا نمونده دیگه که بخوریم پلاوی بخوری گوییم که دوشنبگی او پناه پلاوی توجیکی این شاه مسعود است احمد شاه مسعود احمد شاه مسعود شهر دوشنبه تاجیکستانی مسعود امونی مسعود امانی مای از محله دکتر امانی نمایی از یک نایه شهر دوشنبه بازار میوه دوشنبه یکی از بازار هم پایزی تو بازار است همه چیز ارزان دکتر صاحب میمون ما کردن ترانزیت چیز این ما دوغ میگیم دکتر دوغ دوغ است این به نام حیران است ایران ایران نه ایران حیران نمک زدگی آمدیم هوا بسیار گرم بود دکتر صاحب گفت حیران بخوریم یعنی دوغ بودن دکتر صاحب امانی آمدیم به خاطر پارچه خریدن در بازار بسیار بزرگی به نام کاروان تمام شهر گشتیم در این بازار کاروان بله هیچی پارچه هست همه نه کرته آماده نیست همش پارچه هست گفت درآمدگاه چندم است دکتر صاحب؟ درآمدگاه رقم 3 رقم 3 1
همین لباس‌های زنانه ملی. بله شهر دوشنبه. ما با کاروان روانیم. طرف کاروان روان هستیم. آقای دکتر لطف کردن، دکتر صاحب امانی. تشکر. تاشکند پرسیدم خیلی راه‌های مختلف است. خیلی مختلف. هر کس میگه یکی ما از حیران شدم چرا شما در یک راه محدود شدید. میگن خیلی راه‌های دیگه است. خانواده همه خوبند. خانوادگی همه خوب هستند. فرزندان خدا رو شکر. فرزندا یک کمی چی اوبک برآوردن. آبک خوب اوبک کمی اوبکان خوب بردیم در یک بیمارستان، یک هفته توبت کردیم. بله. بعد اومدن حالا خوب هستن. خب از هلند چی خبرها؟ والا خوب است. شب با خانم هم و بچه ها حرف زدم دیگه، خیلی خوب بودن، سلام گفتن. خب سلام باشه. بارسو بند سرمشله که برآمد دوشنبه این مذهب است، بیشترش بازار کوشانیان که آغاز دوشنبه است. این بالاخره های میدان و تای میدان از مرز تاشکند بخیر عبور کردم. این موتر گرفتیم. این من میگه ما یک نفر دیگه کار دارم باش که ما برو بگیرم برم امروز بمون دیگه بخیر. یک ساعت بعد در هتل خود برم برو زیر کپ میزنم کتستان. این مرز چیز است، مرز تاجیکستان و تاشکند است، نزدیکترین مرزی که یک ساعت راه داره با تاشکند. دیگه به امید دیدار ما این دارید بند قرغه تاشکند. اون طرف تفریح بین جنگل. दुश्मनों की तरह मैं आशिक तो नहीं, मैं आशिक तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्त दे आगे दोस्त दे सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता आज अपने उतार में क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता आज अपने उतार में क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत करने लगा अब से
खुद से इबादत में करने लगा मैं दुश्मन तो